غیر از عشق، محبت و صلح طریق کردن. خدمتون عرض بکنم بنده حقیر در رابطه با بحث فراماسونری در خدمت شما هستم، اما گولتون زدن، نوشتن شیطان پرستی که شما بیای بشینی. این 13 هم اینجا زدن که مثلا نحس و عدد شیطانیه که اصلا من قبول ندارم. من خودم تو دبیرستان شماره دفتر نمرم 13 بود، 2 سالشه. یادم این معلم‌ها هیچ کس جرئت نمی‌کرد منو صدا کنه. بسیار برای من مبارک بود. خیلی هم حسن استفاده ما از این بردیم. علا ای حال، دوستانی که به حقیر رو میشناسن که هیچ، اونایی که نمیشناسن، اونایی که میشناسن به اونا بگن. رائفی پور هستم، توی حوزه فراماسونری و صهیونیسم پژوهش کردم. مطالبی که میخوام خدمتتون عرض بدم، من یه قول به شما میدم، شما یه قول به من میدی و آخرش هم حرف من میشه. قطعاً تجربه نشون داده این که من یک تحلیل به شما میدم که نگاهتون رو به دور و برتون کاملا عوض خواهد کرد. در قبال شما هم یه قول به من میدی، من قول میدم تحلیل رو بهتون بدم. در قبال شما هم یه قول به من میدی که هر آنچه در ذهنت داری راجع به این مسائل همه رو چیکار کنی؟ بذاری کنار، دور نریزی. بعد اینکه عرایض منو شنیدی با هم بسنج، آنالیز کن. دانشجویی، جوینده دانش. اینجا هم که دانشگاه آزاد اسلامی، محیط بسیار عالی برای درس خوندن فلان. میخندین چرا؟ زمان ما میگفتن به یه نفر گفتن 3 تا دروغ پشت سر هم بگو، میگفت دانشگاه آزاد اسلامی. خدمتتون عرض کنم نه اینطور نیست. در وصف دانشگاه آزاد قزوین ما خیلی مسائل شنیدیم، مخصوصا مسئله ربات‌های شما که همیشه از اخبار ما میبینیم، واقعا افتخار آفرینه. دوستان من میخوام یک مسئله دیگه رو براتون طرح بکنم، یه جور دیگه. شما اگه اتفاقای دور و برمون دقت بفرمایید، خوب نگاه بکنید، حواستون اینجاست. اتفاقایی که دور و بر ما داره میفته یه فرمول داره. نگاه کن، تو خیلی وقتا خیلی موقعات دوست داری که یه فرمول واحد برای خیلی چیزا پیدا کنی. انیشتین دنبال همچین چیزی بود. دوست داشت یه فرمول جامع پیدا بکنه، نسبیت هم توش باشه، گرانش هم توش باشه، قوانین الکتریکی هم توش باشه. من دامنه رو بهت میدادم، میگفتم بگو چه تابعیه که 1 رو به 4 تبدیل میکنه، 2 به 5 تبدیل میکنه، درسته؟ ما این بردو نگاه میکنیم، دامنه رو دنبال تابع میگردیم. شما نگاه میکنی میبینی 11 ماه نهمه، 911 روز بعدش انفجارهای مادرید شکل میگیره. کشور اسرائیل توی طول و عرض 33 درجه زمین شکل میگیره. جنگ لبنان چقدر طول میکشه؟ 33 روز طول میکشه. آقا همینجا نه، میای رئیس جمهورهای امریکا رو بررسی میکنی، از جورج واشنگتن الی باراک حسین اوباما جونیور، تا میرسی به این آخره، این 44میه، نگاه میکنی میبینی فقط 2 نفرشون عضویت در فراماسونری نداشتند. تاریخ خودشون میگه. اما نکته جالبی در پس این مطلبه. چه؟ این که آقای جان اف کندی تو مدار 33 درجه زمین شهر دالاس ترور میشه. آقای آبراهام لینکلن رو صندلی شماره 33 تئاتر. اتفاقی میتونه باشه این همه. ادامه میدیم. نه آقا وقتی نگاه میکنی میبینی نه، این ماجرا پیچیده تر از این هاست. یه سری نمادهای دیگر رو تو میای نگاه میکنی. اصلا مسئله ادیان نوظهور، فرق نوظهور بر مبنای نماد میچرخه. تو میدونید پنتاگرام در شیطان پرستی یکی از نمادهای مقدس، اما درجه اهمیتش از هگزاگرام کمتره، از ستاره 6 بر کمتره. اون most powerful sign خودشون میگن، قوی ترین نشانه ماست 6 بر. حالا میخوام یه ماجرای برای تعریف کنم که خیلی شنیدی اما سریع ازش میگذرم. خدایی آدمی رو خلق کرد، گفت این موجود با بقیه فرق میکنه، خواهشاً بر این سجده کنید. همه سجده کردن به غیر از ابلیس، انه کان من جن. آیه قرآنه میگه ابلیس سجده نکرد و جنسش از چی بود؟ میگه آخه به ملائکه گفتیم سجده کنید، یکیشون سجده نکرد چون ببین من به شما بگم، به بچهای دانشگاه من جلسه داشتم واسه بچهای دانشگاه آزاد قزوین، همه گوش کردن به غیر از یه نفر. شما فکر می‌کنید یه نفرم چیه؟ بچه دانشگاه آزاد. میگم نه، به غیر از یه نفر که از دانشگاه امام خمینی بود. متوجه چی میگم؟ اینجا میگه به غیر از یک نفر که از
جنیان بود. یعنی به لحاظ ماهوی قرآن رو هم در اینجا بهتون بگم برای ادامه بحثمون، قرآن رو فرض بر این میگیریم که صحیح هست، شکی درش نیست. نه که خدای نکنه میگم فرض بر این میگیریم آقا مگه این نه، به خاطر اینکه الان دیگه فرصت نیست من تو یه جلسه بیام اول قرآن اثبات کنم بعد برم اون طرف. آیه قرآن سوره داره جن، میگه این از جنیان بود، کاری ندارم. آدم و حوا میرن کجا؟ بهشت. شیطان هم چیکار میکنه؟ با خدای قرارمداری و فلان که من باید برم اینو گولش بزنم، میگه پیش میاد چیکار میکنه؟ به شکل مار میپیچه به پای طاووس، میره کجا؟ بهشت. اینا داستانهای کیه میگن؟ اون ورابیا میگن، خود سیتانیست ها میگن، یعنی شیطان پرستان. مسیحی ها میگن، یهودی ها میگن، تو اسلام چندان تاکید نشه که مار بود، طاووس بود، چی بود فلان. میاد میره اونجا به آدم و حوا میگه که از این یارو درخته بخورید، خدا گفت نخورید. اسم اون درخت چیه؟ توی تورات نگاه بکنید میگه این درخت معرفت و دانشه، درخت معرفت و دانش. تأکید میکنم خدا گفت از اون نخور. ببین تو باید عبودیت تو کنی، خوب دوزارید بیفته نگاه کن، تو باید عبودیت کنی، خدا محور باشی، با دانش کاری نداشته باشی. حوزه دین و دانش اصلا جداست، معنیش اینه. گفت از این شما بخور. چرا؟ چون اگر بخوری جاودانه میشی. غیر اینه؟ یعنی خدا سوتی داد، یه موجودی آفرید که عین خودشه، فقط دانش و معرفت نداره، همه چی عین خودشه. اگر این رو بخوری عین خدا میشی. درسته؟ گفتیم به شکل مار پیچید به پای طاووس. مار یکی از نشانه هاشون شد. گفت از این درخت بخور. درخت چی بود؟ سیب. اون درخت معرفت و دانشه و اون میوه سیبه. حالا شما اگه سیب رو به صورت افقی قاچ بفرمایید نگاه بکنید، ستاره 5 پر درست میشه. ستاره 5 پر بنابر روایاتی، البته بین علمای اونام اختلاف ها، موارد دیگه شما میگم، بنابر روایاتی از اینجا شکل گرفته. مار اومو که پرستیده میشه و دوستش دارن، اینقدر شیطان پرستان علاقه دارن مار نگه دارن تو خونه، همینه، همون ماره. یعنی یه داستان، حالا شما میگین دلیلی بر این نمیشه که این واقعیت داشته باشه. داستان رو به صورت سمبولیک استفاده کرده، میخواد علیه دین استفاده کنه. از ماجرا پیش میره، اما بعضی جاها ما مجبوریم هم از تاریخ استفاده کنیم هم از دین استفاده کنیم، بچینیم کنارم آقا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مواردی پیش میاد. به یک بار شما داری قرآن میخونی، سوره سبا آیه 40 میگه خدا خطاب به ملائکه میگه اینا شما رو میپرستیدند. خوب گوش کنید، میگه اینا شما رو میپرستیدند. جهنمیا رو داره میگه. قالوا سبحانک، پاک و منزهی خدایا، یعبدون الجن و کان بهم یؤمنون. اینا جن میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. آقا مگه جن پرستی هم داریم؟ خب اگه شیطان از جنس جن باشه، جن پرستی یا شیاطین رو پرستیدن. یک جای دیگه باز آیه قرآن میگه که اینها جنه رو شریک ما قرار دادند. جالب اینجاست. شما خدای به اسم مردوک میشناسین؟ بله، مردوک یا مرداک تو شیطان پرستم خیلی اصلا یه گروه به اسمش. خدای به اسم ایشتر میشناسی؟ بله، در بین النهرین بوده میشناسم. خدای به اسم ناگال میشناسی؟ بله، در هندوستان بوده. ناگال میشناسی؟ بله، در میان رودان بوده. جالب اینجاست وقتی میای شما متون باستانی و تاریخی شیطان پرستان نگاه میکنی، به اجنه و شیاطین اعتقاد دارن با نامهای مردوک، ایشتر، ناگا و ناگال. اینا که خدایان بودن که، یعنی اینها به جای خدا شیطان میپرستیدن، شیاطین رو میپرستیدن. بله، قرآن داره میگه یعبدون الجن و کان بهم یؤمنون. این عرفان شیطان پرستی و جنگیری در تمام تمدن ها بوده. هیچ تمدنی بری از این نبوده به غیر از یک تمدن که کمتر درش بوده، ایران. اونم فقط به خاطر که یکتا پرست بودن. یعنی چون عموما ایرانی ها از باستان یکتا پرست بودن، جایی برای این موارد مطرح نشد. بگید به من ببینم دیو تحت عنوان چه چیز میشناسید در کشور خودتون؟ مظهر بدی. میدانستی دیو در آیین قبل از زرتشتی خدا معنی میداده؟ دیو یعنی خدا. یکی از این دیوهای بزرگ وندیرا بود. ماز وندیرا آن، مازندران جایگاه دیو بزرگ. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی دماوند. همینه. یا یک جای دیگه که تو هفت‌خانه رستم دیو سپید کجا میبینه؟ اون دیو آخریه رو مازندرانه. این باستان تو گرفت. حضرت زرتشت که میاد میگه بابا اون خداها رو نپرستید، اونها شیاطین بودن. تبدیل میشه به شیطان.
دیدگاه جامعه شناسی و تاریخیش میگه نخه، هر قومی که اومد خدای آیین قبل، هر دینی که اومد خدای دین قبلی رو زد کنار. چی گفت؟ گفت اونا شیاطین بودن خدای من. همین الانم لفظ دیو به معنی خدا میده در لاتین دیگه. یا از این موارد خیلی زیاده که نمیخوام وقتتون رو تلف کنم چون فرصت کمه. من همیشه میگم ما این مبحث رو تقریبا نسبتا کامل تو دانشگاه علوم پزشکی 12 جلسه فیکس 2 ساعته صحبت کردیم، بچه‌ها جاش تکون نخوردن. دانشگاه امیرکبیر 5 جلسه صحبت کردیم، با 3 جلسه دیگه بعداً رفتیم کردیم 8 جلسه. خب بعد با سلایق مختلف همه اومدن نشستن. دلیل چیه؟ من مجبورم تونتون بگذرم چون حداقل 1 جلسه یا حداکثر 2 جلسه داره خدمت شما خواهم. بستگی به سوال شما داره. به من گفتن 2 جلسه، اما من اعتقادی به این مسئله ندارم. هر موقع خسته شدی تمومش میکنیم. چون اعتقاد دارم زمانی که شما خسته باشی اثر رود نمیذاره. خسته. بذار یه ماجرا براتون تعریف کنم جالب. یه رفیقی داشتیم تو شیراز، این برخلاف ما قدش خیلی بلند بود، 1.90 قد داشت، چهارشونه قهرمان فول کنتاک و فلان، نماز نمیخوند. ما کلی باش صحبت کردیم بیا بریم نماز خونت کنم فلان و همان. این گفتش که باش. 6 ماه روش کار فرهنگی کردم و داشته باش. بعد بردمش کجا؟ مسجد. آره اسم مسجد نگم بچه شیراز باشن میرن اونجا امام جماعتشو مسخره میکنن. خب یه مسجدی بردیم که آقا از نظر فرهنگی من خیلی به این مسائل حساسم و روانشناسی. یه جایی بردم تو عطر بهار نارنج شیراز، این باد میزد تو ایوون، این چیزای شیشه یه لوسترا میخورد به هم، یه سر اصلا آقا کافر میبردون تو مسلمون میشد. اینقدر حوال. ما اینو بردیم. بعد بهش گفتم آقا مهدی شما نمازم حالا بلدی بخونی؟ شوکی شد. من سوم ابتدایی باید حفظ میکردیم، یاد رفته فلان. باشه بیا برو من کاری ندارم. این رفت و آقا بگو کجا وایستاد؟ ردیف اول فیکس پشت سر حاج آقا. پیرمردو برگشتن چپ. میدونید به لحاظ فقهی کسی اون پشت وای میسته که اگه یه وقت حاج آقا افتاد سکته کرد بله سرش اومد نماز ادامه بده. بعد پیرمردا همه قدا کوتاه یه چیزی اون وسط زده بود بیرون برج میلاد. من تنها کاری که کردم گفتم پشت سر همین وایسم. پشت سر همین وایستادیم و چون نه که ورزشکار بود خیلی حرکاتش تیز بود. دلتاپی میگفتیم یادم باشه، دلتاپیش کم بود، یعنی میخواست پشین یهویی پا میشد، میخواست بشینه یهویی میشست. فاز ورزشکاری داشت. آقا چشتون روز بعد نمیشه. گفت الله اکبر سبحان الله. ما رفتیم رکوع. بعد دیدم رکوع طول کشید، یه سر و صداها و اینجور چیزایی میاد. من تو رکوع همینجوری سرم آوردم بالا دیدم این ردیف کامل جلو من خالیه، نیست. پسر انگار تو سجده مونده، زودتر رفته سجده. بعد نگاه کردم حاج آقا ته محراب داره دست و پا میزنه. این آقا قدش رو حساب نکرده بود، با سرعت هم که رفته بود تو رکوع. بعد آقا همه منتظر این پیرمردا تو همین رکوع همدیگر این ور اون ور نگاه میکنن آقا کی بیاد یکی بیاد اینجا. نماز خراب شد. دیدم من برگشتم دم جا کفش، اون کفشداری چی اونجا رو نگاه کردم یه چی دروز اون وسط داره می 2 کفشش رو دستش گرفته پا برنه فرار کرد. 1 سال رو این آقا من کار کردم دوباره نماز خونش کنم نتونستم. اثر برای همین میگم اگه خسته بشی فلان میشه. ادامه میدیم. اینها این عرفان و این تفکر اسمش کابالاه. عزیزم خواهش ازت میکنم این اسم رو به خاطر شریفت بسپر. کابالا. خواهی شنید این اسم رو. الانم شروع شده کابالا. میدونی یعنی چیه؟ تئودور ریناچ میگه سنت جنگیری و جادوگری یهود. حضرت یوسف که رفت از فلسطین رفت توی به قول مصر به جایی واسه خود شخصیتی شد دیگه، درسته؟ عزیز مصر شد. همه فک فامیلا رو برداشت آورد. پارتی بازی از قدیم بوده. خود حضرت موسی هم پارتی بازی میکنه. وقتی داره واسه خود صحبت میکنه میگه وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. میگه واسه من یه وزیر از فک فامیلام بذار داداشم هارون رو میگم. خب البته مسئله شناخته ها. خدمتتون عرض بکنم که این رفت توی مصر رو فک فامیلاش هم برداشت برد و آقا اینا مایه‌دار شدن. حضرت یوسف بعدش که رحلت میکنه اینها شدیدا مورد آزار و اذیت فرعونیان قرار میگیرن. یعنی اصلا دیدگاه مصری‌ها نسبت به عبرانی‌ها عوض میشه. حضرت مصر عزیز بود، هم عزیز به منزله قدرت و هم عزیز این که در دلها نفوذ داشت. یه نفر از بین اینها اومد به نام حضرت موسی، همه رو جمع کرد دوباره برگردون. اینجا رو خوب دقت بکن. حضرت موسی معجزش چی بود؟ جادوگری. سحر. مار مینداختن، کوری بوده ها، مار مینداخته 2 متر، اژدها مینداخته 5 متر، پوز همشون رو زد. آقا نمیدونم یه کلی کار میکرد، مثلا یه سنگ اینقدر میومد بالا دریا وسط نصف میکرد. خب اینا حرفی نداره بدبخت واسه گفتن. تاریخ خود یهودو که میخونی نوشته که اون زمان چالش حضرت موسی با این جادوگرای فرعون، اینا اول که انداختن چوبا رو، بعد یه جادوگر کوری هم اونجا بود. به این علم میگن سیمیا عزیزم.
توی علوم غریبه به این میگن سیمیا، کیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا، کلهو سر. خدمتتون و موضوعیت هم داره ها. اگه فکر میکنی خرافات اشتباه میکنی، نه علمیه برای خودش و استفاده میکنه. سیمیا کرد اینا رو. میدونی یعنی چی؟ یعنی این گربه نشد، این اژدها نشد، تو اژدها دیدیش. جلسه احضار ارواح میبرنت، خب یه نفر میگه اوه روح بابا اومد، روح بابا اومد، بقیه نمیبینن. خب اگر این دیدنیه باید همه ببینن. یه جسم یا منیره یا بازتاب دهنده نوره، درسته؟ خب هیچ کدوم نیست که بقیه نمیبینن. این داره اینطور میبینه. این سیمیا. یه جادوگری کوری اونجا نشسته بودم، یه نفر مثل چلنگر که واسه چی ترجمه میکرد، واسه دونه سری اونا انداختن. الان موسی رفت دست کرد به عصاش فلان کرد، اول ترسید، داره ریز ریز براش گزارش میده. انداخت و گفت اوه این خیلی کارش درسته، اژدها شد، داره دونه دونه رو میخوره. این یارو که خودش جادوگر ساحر بود گفت نه این یه خورده مدلش خیلی طرفکارش درسته، این کجا بوده ما نشناختیمش. آخه میگن یه روز توی آشغالی داشتن چند تا گربه دنبال غذا میگشتن، یه استخون ماهی دیدن یه گربه اومد شنلش اینجوری زد همشون رو لتو پار کرد و گفتن بابا تو کجا؟ اینجا محله ماست. گفت همه رو لتو پار کرد. و گفتم ما که کم آوردیم نوچت میشیم، بگو تو کی؟ گفت پدر احتیاط بشویه، من ببرم. خب آقا این برای خودش مثلا گفتن این کجا بوده بلا تشبیه، خب این کجا بوده الان اومد و بعد این جادوگری گفت به من بگو ببینم وقتی داره چوب‌ها رو قورت میده گلوش باد میکنه یا نه؟ شکمش بزرگتر میشه یا نه؟ عمر گفت بله. اولین کسی که به سجده افتاد در مقابل موسی همین بود. گفت این سحر نیست. موسی سحر نکرد، سحر به ذات کرد. این واقعا اژدها شده بود. چرا معجزش جادوگریه؟ به خاطر اینکه جادو اونجا بیداد میکرد. تئودور ریناچ میگه جادوگری و جنگیری کابالا زهری بود که در دستان و رگ خون یهود ریخته شد و تا ابد این مسمومیت پاک نخواهد شد. کتاب مالاچی مارتینو بخونید رو همین حوزه کامل توضیح میده اینا چه جوری به وجود. آقا موسی اینا رو دستشون گرفت، پاشیم بریم شهر خودمون اینجا رو که به گنگ کشیدیم ما. پا میشه میاد این طرف تا از رود نیل ردشون میکنه. چه جوری ردشون میکنه؟ قایق موتور؟ نه آقا میگه وایسید اینجا حال کنید. چوبو میزنه، چوب مقدس، نه اسم دیگه چیه؟ هالیوود میزنه به آب، این آب باز میشه، از این رودخونه ردشون میکنه. آقا طرف فکر کن 4 متر این طرف آب میبینه، 4 متر واقعا، یعنی همچین کار جلوی شما یه نفر انجام بده همونجا سجده میکنه به خود همین یارو، میگه تو خودت خدای ول کن بقیه رو. رد میکنه میبردشون اون طرف، دوباره میزنه فرعونیا که میان بسته میشه، همشون هم غرق میشه. میگذرن یه خورده میرن جلوتر، فرمان میاد بر موسی که بیا 10 فرمان تو بگیر. درسته؟ میره تو کوه، 30 روزش میشه 40 روز، 10 روز اضافه میمونه. برمیگرده چه اتفاقی افتاده؟ دارن گوساله میپرست. میگه بابا بی پدر از وسط رودخونه ردت کردم، دریا ردت کردم، دیدی تو چه جوری گوس؟ نه هیچگاه موسی نتوانست کابالا رو از ذهن یهود بزنه. یهودی رفت اونجا غرب زده شد. میدونی یعنی چی؟ گوسفند میچرونده، کشاورز بوده، رفت تمدن مصر تو سریال حضرت یوسف دیدید داداشا چجوری نگاه میکردن؟ کپ کرده بودن. اونو که میبینه میاد هر چی هست میچپونه تو دین جدید خوش و آیین یهود تحریف. از همینجا بزرگترین اتفاق و نحس‌ترین اتفاق هستی میفته، دمیده شدن کابالا در کالبد دین و تحریف میشه. آقا یه تحریف شدنی که اگه من برای چند تا مثال از تورات برات بیارم عیناً از تورات ها تعجب میکنی. آخه واقعا اینها مثلا در کتاب دینی موجوده. حضرت یعقوب با خدا کشتی میگیره، نصف روز طول میکشه، آخر کی پیروزه؟ بی انصاف لااقل بگو خدا، نه یعقوب پیروز میشه. دختران حضرت لوط میان با هم دیگه نقشه میکشن، زمانی که پدرشون خوابه، ببخشید، از پدرشون حضرت لوط باردار میشن، هم بستر میشن با پدرشون بدون که باباشون بفهمه. چه خواب سنگینی داشته حضرت لوط. خدمتتون عرض بکنم که بچه ببخشید من زیاد شوخی میکنم و دست خودم نیست، اصلا نمیتونم کنترل کنم. آقا از این گونه موارد زیاده. تو یه روز فقط 70 تا پیغمبر سر میبرن. حضرت یحیی رو میذارن سرشو میبرن، حضرت زکریا رو میکنن تو درخت خالی، درخت رو وسط میبرن. یه سیستمیا. یه پیغمبر درست حسابی هم که پیدا میشد میومد یا میکشتن، اما پیغمبر دروغین خودشونو واسش زمینه فعالیت فراهم میکردن. شابتای سوی، یعقوب قزه‌ای، اینا باید بشناسین اسمشون. آروم آروم الان تو این عرفان هایی که داره میاد دارن راد میدن به ملت. کاری ندارم، اینها آروم 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 هر دینی که به وجود آمد یهود اون دین رو هم تحریف کرد، یعنی بیخیال اون نشد. یه دینی به وجود اومد تحت عنوان مسیحیت،
مسیح خودش یهودیه، نه؟ در بین یهودیان زاده میشه. آره؟ میاد میگه که بابا پدرت خوب مادرت خوب، اصل دین این بوده، اصل دین این بوده. انقدر دین تغییر پیدا کرده فکر کنن دین جدید آورد. زمانی که امام زمان بیادن میگن همینه دیگه، میگن وقتی اصل دین پیامبر رو یک بار دیگه تبیین میکنه خیلی میگن کشور میگن او دین جدید آورده، بدعت داره میکنه. به هر کاری میکنن نمیتونن پیروان مسیح رو بگیرن، سریع میان کلش میکنن مسیح. چه کار میکنن؟ یه نفر از خودشون به اسم یهودا جودایوس اسکاریوتی رو میفرستن اون تو، 13مین نفره، عدد 13 رو داشته باشه، 13مین نفره. بعد حضرت مسیح در مقابل 30 سکه نقره میفروشه. شورای سنهدرین تماس میگیرن و امپراتور اینو میگیره و میبره و به صلیب میکشه و حضرت مسیح کشته میشه. موسی بن میمون چی میدونی چی میگه؟ میگه مسیح شارلاتانی بیش نبود، نعوذ بالله نعوذ بالله، و مادرش مریم بدکاره بیش نبود. در آن دنیا مسیح در گودالی از مدفوع جوشان افکنده خواهد شد. نظر یهودیت نسبت به حضرت مسیح اصلا و ابدا حضرت مسیح قبول ندارم، میگه این شارلاتان بود. کی گفته این مسیح موعوده؟ کی همچین حرفی رو زده؟ اینجا اتفاق میفته که شخصی باز دوباره نفوذی میفرستن و مسیحیت رو چه کار میکنه؟ منحرف میکنه. عزیزم شخص کیه؟ حواستون اینجاه؟ شاول یهودیه، اسمش رو عوض میکنه میذاره پولس. این اس آخر اسما رو بردارید تا به اصل اس برسید. این یونانی ها اضافه میکنن، مثل داریوس بوده، اسمش که ورد میشه دارا، همون دارا که توی ملک دارا که صحبت میشه ملک داریوشه، میگه همون دارایی که پیش ساراه. خجالت بکش. خدمتتون عرض بکنم که و یا مثلا الیوس یا الیاس برداشته بشه میشه چی؟ ایلیا، علی. از یه ریشه زبان عبری و عربی از یک ریشه گرفته شده، زبان سوری آرامیه. خدمتتون عرض بشم که آقا هر دینی اومد تحریف کردن. پیغمبر خودمون اسلام نه دست نخور چی گفته؟ کعب الاحبار ابو هریره مسلمان بودن، یارو 6 ماه بیشتر با پیغمبر زندگی نکرده، خب 50,000 تا حدیث از پیغمبر نقل کرده. دمش گرم خدا وکیل، یعنی همت مضاعف و چیه تهشه به خدا. خدمتتون عرض کنم آره معمولا دشمنان ما خوب کار میکنن، ما همه خواب تشریف داریم. بعد این آدم مثلا چند تا از احادیثش بهت بگم خدمتتون، میگه خدا شب جمعه با خر بلند میشه میاد خونه مؤمنان، حاجاتشون جمع میکنه، میندازه خورجینش میبره بالا. اون دنیا خدا از مؤمنان میگه خدای خب ما دیگه خسته شدیم از نعمتهای بهشتی. ملال و ملولیت در نعمتهای بهشتی نیست، آیه قرآنه. میگه ما خسته شدیم نعمت، بیا ببینیم چه شکلی هستی خودتو ببینیم. بعد خدا میگه میاد، خدا میاد جا راه میره، خدا میاد جلو، بعد میگه خودشو نشون میده. میگه خب از کجا معلوم تو راست بگی؟ خب آقا من دروغ نمیگم، این عبارت تو کتاب ها هست. بعد میاد میگه از کجا من تو راست بگی؟ خدا دامن خودشو میزنه بالا، ساق پاشو نشون میده، نور ساق پاشو میبینم میگه قالوا الستو بربکم قالوا بلا. یاد اون خلقت اولیه در عالم زر میافتن و میگن یا شاکرتون خدا هستیم قبولت کرد. این مزخرفات وارد دین میشه. بهشت برات میفروشن وجبی در مقابل خوردن پیاز هر کس بخوره یک به وجب است. این تحریفی که در دین اسلام میکنه. اصلا عزیزم یهود بر مبنای پیشگویی هایی که میکرد تمام گوشه های تاریخی کدهاشونو داشت. برای چی از 300 سال قبل اومده بود توی سرزمین های اسلامی؟ برای چی اومده حجاز؟ بابا کنعان که خیلی آب و هواش بهتره. الان اون حوزه لبنان میده کنار دریای مدیترانه حرف نداره آب و هواش. و چی جوری بلند میشیم حجاز؟ نه کدشو داشت. آخرین پیامبر از اینجا خواهد اومد. کتابی 70 سال قبل از پیامبر اینا انتشار دادن به نام رؤیای کودکی. تو اون کتاب تا خال روی گونه پیامبر گفته. آیه قرآن داره میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یه جور اینا پیامبر رو شناختن که انگار بچه‌شونو میشناختن. الان شما رو بردن تو 6 میلیارد کره زمین قایمتون کنم، مادرتون میاد میگیردتون میارتون بالا. خب میشناسه، میگه اینطور اینا پیامبر رو شناختن. شما نگاه میکنی عبدالله پدر پیامبر، یه دختر خانومی به اسم ام قتال میاد بهش میگه که سابقه خوبی هم نداشته توی قریش اما خیلی پولدار بوده، یهودیه، میاد میگه که بیا این ثروتم میذارم در اختیارت، باش تجارت کن. میگه بیا با این تجارت بکن. بعد میگه باشه. مادر عبدالله میگه بابا این زن بدنامه، تو رخونه رفت آمد داری، زشته برای شما و برای خاندان ما که از بزرگان هستیم. بعد باباش میگه واسش زن بگیرین. این وقت میبینی مخ این بچه‌مونو زد. خب میان آمنه رو براش خواستگاری میکنن که ماجرای معجزاتی که اینا همدیگر خواب دیده اونا کاری ندارن.
به محض اینکه با آمنه ازدواج میکنه میاد پیش ام قتال میگه نمیخوامت، پولمو پس بده. میگه چرا؟ میگه من آن نوری که در صلب تو بود رو میخواستم. یعنی میدونستن پیامبر میخواد بیاد، نسبش هم اینا میدونستن، میخواستن یهودی زاده باشه. دوستان، پدر پیامبر عبدالله همون شب اول ازدواج میره به یک سفر چی؟ کاری. فرداش بلند میشه میره سفر کاری. نتون عرض بکنم خیلی جا میره شام، برگشتنی توی یثرب مسموم میشه، کشته میشه. غافل از این که نطفه رسول الله بسته شده و آمنه بارداره. آمنه به محض این که فرزندشو به دنیا میاره چه کار میکنه؟ نگهش میداره، میده به یه زن بادیه نشین از بنی کلب، فقیر، زن بسیار، میگه فقط اینو ببر تو وسط بره بیابونه. نمیتونست به یه دایه بده توی خود مکه باشه؟ اینا عقل و منطقی دیگه، باید دادن کنار هم دیگه بشه. نه بابا میترسید، ترس از جان بچه‌شو داشت. زمانی که اینا تو کتب یهود آمده، زمانی که حضرت علی قلعه خیبر رو فتح کرد، اون بزرگشون کاهنی که اون بالا بود گفتش که در پیشگویی های ما اومده هیچ کس قدرت فتح این قلعه رو نداشته، نخواهد داشت و نداشته به غیر از شخصی به نام هیدار. گفتن خودش هیدره. دونه دونه گوشه های تاریخ و کدشو گرفت، آمار داشت، جی پی اس گذاشته بود، اومد قشنگ دونه دونه نشست. خدمتتون عرض بکنم جریان ادامه پیدا میکنه، سرتو درد نیارم و آرام آرام یهود نخبه هاش رو جمع آورد. چقدر یهودی داریم تو دنیا؟ کل یهودیان معروف دنیا، یعنی مشخص طرف یهودی شناسنامه دار 15 میلیون نفر. بعضیا میگن به اندازه جمعیت استان تهران. دنیا دست کیه؟ بله. جمعیت یهودیان امریکا 2%. 80% سرمایه امریکا، ثروتمندترین کشور دنیا، در دست همین 2%. یه نسبت بگیر، مخ آدم سوت میکشه. چطور تونستن این کارو بکنن؟ چطور؟ این کاری نداریم، اون مسئله یهود شناسی میشه که یه بحث دیگه است. فرصت هم نیست الان بپردازم. میخوام برسونمش به فراماسونری، بعد شیطان پرست. آقا اینها تونستن با این جمعیت کم از طریق جذب نخبه و افراد معروف جامعه کنترل افراد رو به دست بگیرن. نگاه کنید، شماها بینتون افرادی هستن که به ذات لیدرن. یعنی اگر یه اتفاقی بیفته این کسی که اولین شعار رو میده، کسی که بعد، کسایی هستن که تو همین مدرسه از بچگی نگاه میکنن به لحاظ روانشناسی همه دورشون جمع میشدن، دست می‌نداختن گردن این به ذات قدرت مدیریتی داره، استعدادش رو داره. اونا میان اینجور افراد رو شناسایی میکنن. لازم نیست من با شما تمامتون کار کنم، فقط کافی لیدرهاتون رو بشناسم. لازم نبود توی قبیله باشی بری هر کار، فقط رئیس قبیله تمام لیدره. این بگه آره تمام، بگه نه تمام. اصلا یکی از دلایلی که بعد از پیامبر اسلام منحرف میشه همین جوری بود که اسلامشون قبیله‌ای بود دیگه. رئیس قبیله رو دمشون میدیدن تمام، 2000 نفر یهو میچرخیدن. خدمتتون عرض بکنم نخبگان رو شناسایی میکنن 1717 از قرن 11 12 میلادی شروع میکنن به کار کردن. نهایتا سال 1717 یادتون بمونه 17 دو تا کنار هم دیگه اولین لوژ فراماسونری جهان در انگلیس اعلام موجودیت میکنه. بوده ها اعلام موجودیت میکنه، سالها قبلش بوده. از زمانی که مارتین لوتر میاد اصلا خودشون عضویت دیروالصهیون داشت، ایزاک نیوتن عضو بود. عموم دانشمندا، بهترین هنرمندا، بهترین خوانندا، بهترین فوتبالیستا، تو بگو هر کی که تهشه به قولی، اینا رو جمع میکنن. اگر کسی بخواد در مقابل این حوزه بیسته، رسانه دست کیه؟ یهوده. به آنی حذف میشه. برات مثال میزنم. ببینید کسانی که عضو فریمیسنری هستن و ما میشناسیم و اعلام شده، مثلا نیویورک تایمز اسمشون رو زده، اعلام کرده طرف مثلا مدونا اعلام که من کابالاییست شدم. کابالا همون عرفان اینهاست، دینشون اینه، با این دین دارن نگاه میکنن به دنیا. جری هال، دمی مور، بریتنی اسپرز گفت من نمیخوام. شما بچه‌ها میدونن در جریانن 3-4 تا عکس وحشتناک از این بدبخت در رسانه ها پخش شد، آبروی حیثیت واسش نمون. 2 ماه بایکوت خبریش کردن، گفت غلط کردم، چیکار باید بکنم؟ اینه تو حوزه فوتبال بکام عضوه، اینو چیزی که مشخص شده است، من حالا با اینا کار ندارم. خانومش عضویت داره، اما یه نفر به اسم اریک کانتونا جلوی اینا وایستاد، گفت من نمیخوام عضو بشم. حذف شد. کسایی که سن و سالشون به ما میخوره، اون فوتبالیست زمان ما بود که محمود، حذفش کردن. به یک باره رفت. آقا اریک کانتونا که لم یکن شیئا مذکورا نیست. توی این حوزه خوب کار کردن. شما عزیزم لیوان آبی تو دنیا خورده نمیشه که مگه اینکه انجمن مخفی خبر داشته باشه.
نمادگراست، دیوانه‌وار نمادگراست. چرا؟ چون تکرشو از مصر باستانی گرفته که بگو نمادگراست. خطش نقاشیه، هیروگلیف. به دیوانه‌وار. ببین تاکید میکنم شما یک نفر نمیتونه، تا حالا نشده پیدا بشه، من این همه دانشگاه رفتم سخنرانی کردم، اینقدر با در جمع اساتید هیئت علمی من اصلا برنامه داشتم، یک نفر نتونست یک مثال نقض بزنه که اینا یک کاری انجام داده باشن نمادگرایی نکرده باشن. امکان نداره، یا قبل یا بعدش نمادگرایی هر کاری بخواد انجام بده. و بعضی موقع نمادگرایی رو میکنه که بعدن حسن استفاده رو ببره ازش. الان داشتم دانشگاه امام میگفتم مثلا چی؟ به یک باره اومدن گفتن صدام که کله شد، گفتن صدام رو ما آوردیم ما هم بردیم، 33 سال بیشتر حکومت نکرد. او اینو شماها نمیشنوینا، اینو برای مجامع تخصصی و پژوهشی میگه. گفتیم اوه بر پدرتون لعنت، یعنی صدام خودتون 33 آره دیگه 33 سال حکومتشون رو دمش. یک نفر از خودش نپرسید بره اینو جمع تفریق بکنه ببینه صدام 26 سال حکومت کرده. میدونی چرا این کارو میکنه؟ یا این اتفاقا رو اینا دارن به وجود میارن، درسته؟ یا بعضی از اتفاقا هم در حوزه اراده اینا نیست که نیست، بشر دیگه، درسته؟ که خیلی از اتفاقا در حوزه اراده اینا هم نبوده، لذا میاد نمادگراییشو میکنه که پس فردا ادعا کنه. امروز تو حزب الله لبنان چجوری احترام میذارن؟ اینطوری. جنگ لبنان 33 روز کشش میده، روز 32 تموم شده بود. گفت چون به جمعه خورده من باید شنبه تموم کنم، در حالی که یهود روز شنبه استراحت میکنه، اصلا میشین تو خونه تعطیله. خب چی میشه که اینجا تو برخلافه؟ پس فردا میدونی چی میگه؟ حزب الله رو که زد میگه که اینم آدم خودمون بود، این چیز هیتلریش، اونم 33 روز جنگیشو که کشت. یعنی تو دیگه اون موقع خوردی، داغونی، هیچی نداری. تو هندوستان مگه نگفتن زمانی که گاندی تونست موفق بشه، انقلاب سلبی به وجود آورد، نه میجنگید نه هیچ کاری نش، میگفت جنساشونو نخرید بونه کارنش. مثلا فکر کنید نمیبینیش این انگلیسی رو. اومدم این چی گفتن ما باید انگلیس رو ترک میکردیم، بهترین روش همین بود، این آدم خودمون بود. اما موارد بسیار زیادی هم توسط همین اتفاق افتاده، جنگ جهانی اول و دوم و خیلی موارد دیگه تا همین الان. اگر اجازه بدید من دیگه، چون اگه ادامه بخوام بدم همینجوری سینه خیز برم دیگه مطلب ندارم پخش کنم واسهتون، برم تو جایگاه جدیدم. شما صلوات عنایت بفرمایید. بعد از اون یعنی از 1717 به اصوات نابهنجار از خودش تولید میکنه. خدمتتون عرض بکنم که اینو تحویلش نگیرین، ولش کنین، حواستون به من باشه. این همه جیغ شما دور و براتون میشنوین، هم یه نوع دیگه‌اش. خدمتتون عرض بکنم اینا تونستن در حدود در کمتر از 100 سال تمام کشورهای دنیا لوژ تأسیس بکنن و عملاً حکومت رو به دست بگیرن. حالاست که از خودت میپرسی چطور انگلیس بر کل دنیا حکومت میکرد؟ در امپراتوری بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمیکند. واقعا حقیقت همین بود. چطور عزیزم اون نمیومد که با تو کل کل بکنه؟ اون دم رئیس حکومت تو میدید، عضو بود. فقط ایرانو برات بگم، شخصی به اسم محمد علی فروغی، عضو، گوش کن، درجهش در فراماسونری 33، اینا 33 تا پله هم در ضمن دارن، مثل همینجوری که تو درس میخونی اینا 33 همینجوری در رتبه میگن. کسی که 33 میشه حداقل نزدیک 40 سال از عمر عضویتش در فراماسونری گذشته. کمترین سنم یعنی کف سن و حداقل مینیممش هم 21 ساله و شرایط خیلی خاصی داره که حالا فرصت نیست میگذرم محول میکنم، خودتون برید مطالعه بفرمایید. ببین چه کار میکنه. رضاخانو میاره، رضاخانو بر میداره، محمد رضا رو میاره. سال 1320 که آوردش 21 سکته کرد افتاد مرد. اما نگاه کن چه جوری. فیلم در چشم باد رو دیده بودی؟ نگاه میکنیم این سریال رو. توی اینجا رضاخان اون قسمتی که داشت میرفت وقتی این نیروی روس حمله کردن، رفت پیش یه بنده خدا که رو تخت لم داده بود، یه پرده‌ام بود، درسته؟ اون کی بود؟ این همین محمد علی فروغی بود. بعد چیکار کرد؟ گفت اون باید اوکی میدادین بره یا نره. تو کشور ما صدا سیمای تو وقتی میخواد فیلم درست بکنه، میخواد شخصیت پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشونش میده. گیرایی‌های ما پایینه برای اینکه بفهمونه واقعا. برای رضاخان بلند نشد. اینو من نمیگم، اسماعیل رائین میگه 1345 یا 47 کتابشو نوشت. زمان اصلا خود پهلوی ها این کتاب نوشته شد. چی میگه وقتی رضاخان میاد؟ خیلی قشنگ. رضاخان عذرخواهی میکنه به خاطر اینکه رفت سمت آلمان، میگه نه تو تموم شدی، باید بری. توی لوژ فراماسونری یکی از سوژه های خنده‌شون خندیدن به دستخط رضاخان بوده.
میرفتن میخندن. کمال الملک عضو لوژ فراماسونری فراموشخانه میرزا ملکم خانه. کش رضاخان گفت عکس منو بکش. گفت نمیکشم. تو کی هستی؟ فکر نکن شاهی واسه ملت شه، ما آوردیم سر کار. بهترین ها نقاش، بهترین موسیقیدان، بهترین سیاستمدار اینها رو جذب میکنه. بعدش رضاخان گفت پس میدونید نظر انگلیس در مورد این چی بود؟ نظر انگلیس در مورد ایران این بود که بعد از رضاخان نوه احمدشاه دوباره برگرده، سلطنت دوباره منتقل شه به قاجار. محمد علی فروغی گفت صلاح نمیدانم. ببین انگلیس داره میگه آره، میگه صلاح نمیدانم. مردم میفهمن کلا گوشات سرشون رفته. چی؟ دوباره پسر ایشون باید باشه. اون لحظه که داشت استعفاشو مینوشت امضا میکرد ایشون باید میپذیرفت. این گوشش علامت گونیا و پرگار که نشانه فراماسونریه بودش. خب این یه نمونه برات گفتم، بقیه دنیا هم کار نه. من حالا روی نمادگرایی اینا کار گفتم بیش از اندازه دیوانه‌وار نمادگران. من این بردو تا دامنه رو باش ور میرم که تابع و کشف کنم. وقتی حالا که تابع دارم هر دامنه‌ای رو بذارم میفهمم نتیجهش چی میشه. این به درد من میخوره. چون فرصت نیست من از فولدر شماره 1 اون به قولی فاکتور میگیرم، وگرنه خیلی موارد جالب و مهمی. با چی باز کنم؟ جان؟ نه عکس نه. بله. خب اینا وقتی تو اروپا تونستن قدرت بگیرن به دنبال نیو اسرائیل خودشون گشتن، اسرائیل جدید خودشون. یه یهودی به اسم کریستوفر کلمز اومد با مشورت با مجامع یهودی و صهیونیستی اسپانیا، اومد چه کرد؟ قاره آمریکایی رو کشف کرد. قبلش کشف شده بود. در جریان اسکان آنگلو ساکسون ها در امریکا 2 تا آمار وجود داره. بعضیا میگن 98 میلیون، بعضیا میگن 112 میلیون سرخپوست در طول 1 قرن اینا کشتن. وقتی اونجا ساکن میشن خیلی جالبه. ببین چه اتفاقی افتاده در دل مسیحیتی که بابا تو انجیل نوشته یهودی بود پیغمبر تو کشت. درسته؟ اینقدر تحریف به وجود میاد. امثال جان نلسون داربی، امثال اسکوفیلد، امثال مارتین لوتر تو فرهنگ جوداییکا، دایره المعارف جوداییکا مال خود یهودیاست، میگه هیچ کس تو دنیا به اندازه مارتین لوتر به ما خدمت نکرد. کتاب نوشت مسیح یهودی زاده شد. با یهودی‌ها چیکار دارین؟ مسیح خودش یهودی زاده شد. تو یه فراز از کتابش یه حرفی میزنه که تو دیگه نمیپذیرین مسیحی باشه. میدونی چی میگه؟ میگه ما به سان سگانی هستیم، ما غیر یهودیان، که ولی نعمت ما یهودیانند. بعضی ها خود یهودی ها میگن مارتین لوتر یک یهودی مارانوس بود. مارانوس یعنی چی؟ یهودی مخفی که دین خودش رو قایم میکنه میره کار انجام. اینو بعضی بخش اولش رو دیدن گفتن مارانو، بعضی بخش دومش رو دیدن گفتن آنوس. آنوسی اگه شنیدید همینه، میگن آنوسیه فلان یعنی مخفی. وقتی اونجا رو میگیرن خیلی جالبه. اولین کتابی که چاپ میکنن چیه؟ مزامیر حضرت داوود، پیغمبر یهودی‌ها. مسیحیانا پیوریتن های انگلیس بلند شدن رفتن قاره آمریکا رو کشف کردن. رفتن اولین مهاجرین اونا اسمای عبری میذارن رو بچه‌هاشون. عبری زبان یهودیاست. واشنگتن دی سی، اون دی سی آخرش یعنی دیوید کپیتال، پایتخت داوود. اصلا تعجب میکنی این همه گرایش شدید به یهودیت چیه؟ تحریفی که یهود در مسیحیت به وجود آورد. و اولین کشور ماسونی دنیا شکل گرفت 1776. استقلال امریکا اعلام شد. توسط کی بیانیه استقلال نوشته میشه؟ توسط چند نفر که 90% یهودیان، بنجامین فرانکلین، جان آدامز و غیره. به عنوان اولین مانیفست، به عنوان اولین آفیش برند تبلیغاتی یا هر چی که میخوای تو نمادگرایی اسمشو بذاری، روی $1 15 نفر 6 سال کار میکنن. 15 تا متخصص گرافیست 15 نفر 6 سال کار میکنن و این میاد بیرون. آقا مثلا چیه؟ آقا یک دنیا یهودیت و چه میدونم شیطان پرستی رو چی تو همین $1 نهفته است. خب گفتیم اعداد مقدس بگو 9 11 13 و مضارب 11 33. تک تک اینها رو دلیل داره چرا 11 چرا 11 رو میگفتن این معبد سلیمان. سلیمان چه ویژگی داشت؟
بگو یه ویژگی خاصه که اینکه جن تحت سلطه‌اش بودن، درسته؟ اینا میگن یک بار دیگه ما، سلیمان پیغمبر نبود، سلیمان از خودمون بود، ماسون بود، جادوگر بود، ما یک بار دیگه اون معبد رو باید بسازیم. تونستن بسازن؟ نه، بیت المقدس دست مسلماناست. لذا برنامه‌شون اینه که اینو بگیرن، معبد سلیمان رو بسازن و یک بار حکومت دیگه، نظم نوین جهانیشون رو اعلام بکنن. حالا پیش میریم بیشتر متوجه میشیم. خدمتتون عرض بکنم این جورج واشنگتن بنیانگذار آمریکا، 13 تا برگ و میوه این طرفه، 33 تا حلقه زنجیره به معنای زنجیره فراماسونری این سمت و این سمته. یه علامت 8 شکل می‌بینی 13 تا ستاره روشه. خود ایالات متحده از کلونی 13 کلونی و ایالات ابتدایی اصلا شکل داره. اولین بار خدمت داخل این تار عنکبوتی یا طرحهای تار عنکبوتی پر از نشانه‌های ماسونیه. این لپتاپ هم هنگ، ما خیلی نمیتونیم زوم بکنیم متاسفانه. ببینید من مثلا به دوستان میگفتم من این میوه هایی که اینا استفاده کردم میشمردم، من دیدم 2 تا کم دارم. خب خیلی که زوم کردم دیدم بله، ببینید این پشت قایم کردم. پدر سوخته، نگاه کن چیکار کرده. بعد خدمتتون عرض کنم ماجرا به همین این علامت 8 نماد مرد بودن از اون لحاظ که فقط مردا حق عضویت در فراماسونری دارن، زن حق عضویت نداره. این گوشه رو داشته باشین. توی نمادگرایی بذار یه خورده با این جک و جونورا ور بریم. خرگوش نماد این هاست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که شما میخوابید خرگوش تابلو نمیخوابه، خواب خرگوشی داره، درسته؟ بیداره، میگه ما بیداریم زمان. جغد نماد یهودی مخفی یا یهودی مارانوسه. چرا؟ گردنش 360 درجه میچرخه، نماد استیلا، هوشیاری و آگاهیه. و زمانی که شما میخوابید آقا جغده بیداره. ذهن که منحرف باشه، منفی باشه، همینه دیگه. خدمتون عرض بکنم و ما رو که خدمتون گفتم سوسک ساکرب هست که تو شیطان پرستی هست. با سلام انشالله همایش نهایتاً تا ساعت 17 ادامه داره. چشم. الان ساعت چنده؟ خب یه ساعت چی بهتون بگم، ولش کن. هیچی نگم دیگه، نگاه کنید بهتره. خدمتون عرض بکنم این گوشه دلار رو داشته باشین، شما نگاه بکنید. خب میگم این فاز هنگ داره، میگین نه شما. ببینید یه چیزی این گوشه قایم کردن الان که زوم بشه خیلی، برید یه دلاری بخرید، خودتون میبینید از بانک ملی دایره پولی ارزی یه دلاری بخرید، این گوشه یک جغد قایم شده، خیلی قشنگ، جغدی که نشسته. ببین اینجا، ببین دلار رو من چقدر زوم کردم، 229 سال پیش طراحیش کرده ها. اگه فکر میکنه ابزار اسکن و فلان و ملان کلیشه‌ای روی آهن کار کرده، ببین چقدر سخت بوده این کار. ببینید اینجا، همینجا اینا جغدی که به سینه نشسته روی شاخه. و تنها اینجا نبود، موارد دیگه هم هست. حالا من خدمتتون عرض میکنم، اون بچا ادامه داره. یه مقاله نوشتم راز دلار یا اسرار دلار، تو اینترنت سرچ کنید پیدا میشه، برید کامل دیگه خودتون بخونید چون فرصت نیست میگذارم. اما یک نکته خیلی جالب، من به این امریکایی میگم تو که فرهنگت عقبه فکریت برمیگرده به اروپا، چرا اومدی هرم گذاشتی اینجا؟ جواب منو میده که من اونجا تمدنی نداشتم. میگم داشتی. میگه داشتم، از مصر خوشم اومده، دوستان مصر به تمدن بزرگ بذارم، درسته؟ بهش میگم عیبی نداره، هرمو بزن. چرا؟ اونم رو چی؟ روی اولین پولشون 6 سال روش کار کردید عکس هرم بزن. میگم هرم هم زدی عیبی نداره، تمدن بزرگی بوده مصر، منم قبول دارم. چرا این شکلی هرمت؟ چرا عجق و عجقه؟ این چرا این کلش جداست، نور میده و فلان؟ اما این یک مسئله دیگه است عزیزم. تک چشم وسط پیشانی، اونایتون که یه خورده با روایات آشنایی دارن شما رو یاد یک موجود میذاره، دجال. احسن، که تو روایات ماست از نشانه آخرالزمان. اما جالبتر اینجاست که این هرم 13 تا طبقه داره. اینجا این حروفش 13 تاست. این زیر یه چیزی نوشته نیوز اردو سکلوروم. یعنی چی؟ به زبان لاتینه، نه انگلیسی، زبان لاتین، یعنی نظم نوین سکولاریته. 229 سال پیش سکولاریسمو مطرح کرد. سکولاریسم یعنی چی؟ نه، جدای دین از سیاست لایسمه، لایسیته است. آقا دین اصلا بنازش کنار، خیلی راحت بگیم دین رو بنازش کنار فلان. خب اون میشه چی؟ سکولاریسم. ببین از کی میای اینجا پروتکل 24 گانه یهود رو نگاه میکنیم، این پروتکل چندشه؟ قشنگ اینجوری میکنه ما باید تمامی ادیان را از بین ببریم جز دین خودمان، که روزی که نظم نوین جهانی را اعلام کردیم آن دین را بر کل جهانیان اجبار خواهیم کرد. این دین چیه؟ این تفکر چیه؟ دین یهود نیست، تفکر کابالاه. همین خدمتتون عرض بکنم یه چک چشم این وسط پیشانی. بذار من یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم. به امیرالمومنین گفتن دجال رو برای ما تعریف
قبلش اینو بگم، ازشون پرسیده شد این تک چشم کیه؟ بنجامین فرانکلین یهودی بود. بنجامین اصلا بنیامین. این گفتش که این تک چشم نشان احاطه و سلطه ماست. روزی که ما نظم نوین جهانی اعلام بکنیم میچسبه این رو. درسته؟ این نورش چیه؟ ما انسان‌ها را from darkness to light، ما از تاریکی به روشنایی میبریم. این حرفی که خدا تو قرآن میزنه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، دقیقاً تو دهنی در جواب همینه. میگه منم که از ظلمت به نور میبرم. اونای دیگه کسانی که شما رو از نور دارن به ظلمت میبرن. الله نور السماوات و الارض. جالب اینجاست اینها شیطان رو اسمشو چه میدونن؟ لوسیفر. لوسیفر یعنی چی؟ نورانی. جوپیتر یعنی چی؟ نورانی. زئوس یعنی چی؟ نورانی. خیلی جالب. از سیتنیستا وقتی پرسیده میشه آقا تو بگو این تک چشمیا، بنیامین فرانکلین رو ولش کن، میگه این تک چشم چشم شیطان و لوسیفره. آقا لوسیفر شما کجا تشریف داره؟ میگه در ستاره زهره است. ما قراره نظم نوین جهانی رو براش آماده بکنیم، ما حکومت زمین رو براش آماده میکنیم، میاد خود شیطان به صورت تجسم یافته بر زمین حکومت خواهد کرد. ما باید شرایطش رو فراهم کنیم. خب الان کجاست؟ تو ستاره زهره. زهره که ستاره این سیاره است، درسته؟ قدیما فرق سیاره و ستاره رو نمیدونستن. شما صبح که بلند میشی ستاره زهره خیلی درخشنده است تو آسمون، بهش میگن ستاره صبح، درسته؟ اسم دیگه ستاره صبحه. سیاره زهره نام دیگه ستاره صبح. و امیرالمومنین گفتن دجال رو تعریف کن، گفت عینه الیمنیه ممسوحه، چشم راست نداره. نمیگه یوما کوره ها، میگه تو نمیبینی، مست شده از پاکه. والاخرى، اون یکی میشه چشم چپ. فی جبهتهی، وسط پیشانیشه. تضیء، ضوء میده، نور میده. نگاه بکن اینجا رو. کأنه کوکب الصبح، که انگار ستاره صبح، یعنی لقمه رو دقیقاً جویده گذاشته تو دهنم. فقط این نیست، جای دیگه میگه دجال، نشان دجال بر کوهی سوار است. اینقدر عجیب 50 تا روایت در مورد دجال ما بررسی کردیم، مو نمیزد، یه دونه مثال نقض نتونستیم پیدا کنیم و به این نتیجه رسیدیم که دجال شخص نیست، یک جریانه و اون جریان فریمیسنریه. فراماسونری میخوره با دجال روایات، خیلی همخونی داره. حداقل اگه بگیم نیست، خیلی شباهت داره. خدمتون عرض بکنم که جانم دوستان، من یه نکته به خدمتون عرض بکنم. سوال هر کی داشته باشه جواب میدم، اما این نکته رو بگم، اگه سوال جواب بدم مطالب نمیتونم بگم چون تا 5 بیشتر نیستش. یا اگه خیلی سوالتون چشم میگه زوم کنید بریم 13 تا رسیم. حرف من قبول نداری؟ عجب والا، من دیگه نمیام اینجا. طول میکشه، میتونیم بشماریم. بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نه خود هرم تا پایین 13 تا. بعد نکته علاوه بر این تو مؤسسه دارپا هم از این استفاده کرده. تو مؤسسه دارپا تحقیقات پیش از اونم 13 تا طبقه است، متوجه این؟ اون جداست، بهش نچسبیده که. بعد راجع به این که 14 13 بشه یه ماجرای دیگه دارن که برمیگرده به اسطوره‌های مصر باستان و رابطه‌ای که سیس و اوسیریس بوده. فرصت نیست من خدمتتون عرض کنم. توی اسطوره‌های ماسونی مصر باستان مقاله نوشتم تحت همین عنوان، میتونید مطالعه بفرمایید. خب این ور دلاری خورده. همین مهر اعظم ایالات متحده، عنایت داشته باشین 13 تا برگ، 13 تا میوه زیتون، 9 تا بال، 11 تا، 13 تا، 13 تا اینجا، 33 تا بال داره، بالاش هم 13 تا ستاره است که اگه به هم وصل کنی چی درست میشه؟ ستاره ششپر صهیونیستا. هیچ ربطی به حضرت داوود نداره، نگید ستاره داوود. تحقیقاتی که انجام شده برای اولین بار قرن 7 اومده تو فرهنگ یهود. این ستاره متعلق به یبوسین هاست. یبوسین ها حکومتی دارن در کنعان. سالم یبوسی رئیس اینا بود. این یه شهر ساخت به اسم اور، میگه شهر اور سالم، اور سلیم، اورشلیم. این از اونجا برمیگرده، سابقه بیش از 3000 سال داره. زمانی هم که وارد فرهنگ یهود شد خود یهودیا باش مخالفت کردن، گفتن نماد ما شمعدان 7 شاخه است، نه این.
اما علی ای حال جا انداخته شد. یعنی اگه خیلی ساده شما فکر کنی همین بوده، برنامه ریزی به وجود آمدن اسرائیل خیلی وقت ریخته شده، منتها اینا باید برمیگشتن و منطقه رو اول میگرفتن، بگو معبد سلیمان رو بر مخروبه های مسجد الاقصی میساختن. حتی اینا رو هم نگاه بکنید 13 تاست و غیره، خودتون برید نگاه کنید، بقیه‌اش محول میکنم به خود. همین هرم اگه توی ستاره 6 بر بذاریش، حروفش رو نگاه کنید چی درست میشه؟ M A S O N، ماسون، میسن یعنی ماسونی، فراماسون. خب بچه این مار اومو یادتونه بهتون گفتم مار اومو از نشانه‌های ایناست. توی سیستم هنری بچه‌ها میدونن ما با کاغذ کارهای مختلفی میشه انجام داد. اگه کاغذ تا کنی تغییر شکل بدی بهش میگن، به این تکنیک میگن اوریگامی. اگر قیچی هم استفاده کنی میشه کلاج. به شدت در